سلام دوستان، به کانال نه کتاب خوش آمدید. همه روزه در سراسر جهان اتفاقات جالب و باور نکردنی رخ می‌دهد و به خاطر وجود داشتن همین تلفن‌های همراه دائم این حادثه ها به نوار گرفته می‌شوند و به واسطه به اینترنت پیشکش ما و شما می‌شوند. دوستان، شما тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. برای همه ما گاهی پیش می افتد که در حین کار چیزی را که در نزدیکمان می گذاریم فراموش می کنیم و به جستجوی آن آغاز می کنیم که کجا شده است. و مانند این جناب که در وقت کارش جاروب خود را به زیر بغلش می گذارد و در یک دم فراموش می کند که کجا شد و سراسیمه‌وار آن را جستجو می کند. پس از مدت گفتگو همکارش رسیده به او یادآور می شود که جاروب را به زیر بغلش گذاشته است. اما چنین به نظر می رسد که این یک مشکل جهانی است، زیرا عیناً همین اتفاق برای این شخص نیز روی می دهد. در 19 ژانویه سال 2022 در ساحل دیتونا فلوریدا مرد با نام والتر هیکساس در وقت به نوارگیری فیلم کوتاه که یک خرس سیاه بزرگ برای گرفتن سگش به خانه‌اش حمله می‌کند و این مرد در حال برای نجات سگ خود با او مبارزه می‌برد. سگ زنده و سلامت باقی می‌ماند، اما خود او جراحت می‌بردارد. از خاطر بارش‌های فراوان و پی در پی در فیلیپین، مارها در جستجوی مکانی گرم به کنار راه می‌برایند. در این نوار شخصی را می‌بینید که برای آنکه مارها را از مردن و یا زیر ماشین ماندن نجات دهد، با دستان خود همه آنها را از کنار راه به دورتر می‌پرتاید. در نوامبر سال 2021 یک خانواده در بانکوک پایتخت تایلند در ابیتی گرم درون خانه خود استراحت می‌کردند که یک مارمولک مانیتور به خانه‌شان وارد می‌شود. دخترک او را دیده به داد و فریاد شروع می‌کند و همه از وجود آن خبردار می‌شوند. سپس مرد خانه با کمک یک تکه چوب او را از خانه بیرون می‌برد. خب، برای مردم تایلند دیدن مار یا مارمولک به اندازه عادی شده است، اما اگر آن وارد خانه شما شود چه حسیات شما را فرا خواهد گرفت؟ حالا نظر به این عمک اندازید که با دیدن رقص دختری زیبا به هیجان داده شده به میدان میبراید و با به رقص در آمدنش چنین حادثه رخ میدهد و او را در پیش همه خجالت زده میکند. او از شرم زیاد صحنه را ترک کرده آرامکک در جای خود مینشیند. حالا به این مرد که همراه همسر خود به پارک آمدند نگاه کنید که چگونه از وقت گذرانی خود لذت برده ایستادند که در این وقت ناگهان دندان مصنوعی پیشش از حساب باد شدید میشکند و پرواز میکند. او در حال متوجه این موضوع میشود، اما خرسندی خود را ویران نکرده به خندیدنش دوام میدهد و با گفتن این موضوع به همسرش او را نیز به اندازه میخنداند. فیلمبرداران جشن و توی‌ها به عکس گرفتن از هر زاویه مشغول می شوند. در اینجا عکس بردار از داماد خواهش می کند که عروس را بغل کند، ولی داماد همین که وی را می بردارد موازنت خود را گم کرده می افتد. در باغچه خانواده در کلاریدا ناگهان توپ افتاد و پدر آن خانواده طوری در باغ دراز کشید که گویا توپ به سرش زده بیهوش شده باشد. وقتی بازیکن برای گرفتن توپش آمد، با دیدن این مرد بیهوش بر روی زمین خیلی ترسیده فکر میکند که چی بلایی به سر او آورده باشد. در اینجا باشد پلیس برای دستگیر کردن دوست از پشتش رفته سعی میکند که تور را برای آن پرتاید، اما به هدفش نمیرسد و دوست به خشم آمده با چوب به او حمله میکند.
تا امروز باید جنگ و دعواهای مختلف رو دیده باشید، اما این گونه‌اش را به فکرم اکنون در اینجا بار اول می‌بینید. در این نوار دیده می‌شود که دو زن با هم جنگ کرده ایستادند، اما سبک جنگشان متفاوت است، زیرا هر دو رقصیده جنگیده ایستادند. حالا این چگونه جنگ است ما هم فهمیده نتوانستیم. این میمون غذا را از دست دخترک گرفته می‌گریزد، اما به مثل انسان‌ها لغزیده می‌افتد. و اینک ببینید که چگونه یک سبد پسر را از حمله سگ آواره‌گرد نجات می‌دهد. اگر شما فکر می‌کنید که خر عاجز و ناتوان است، پس این نوار را ببینید. با دقت به این نوار نگاه کنید، زیرا اینجا پسر چیزی را می‌دزدد. اینک دزدی انجام شد. اگر ندیدید پس دوباره ببینید که چگونه کفش مغازه‌دار را می‌بردارد. یخماس فروشی معروف ترکیه چلگن دوندرموجی به غیر از یخماس فروختنش باز می‌رقصد، اما وقتی که این کودک از نغمه‌های او برای گرفتن یخماسش خسته می‌شود و رقص می‌دراید. همه این رقص کودک را دیده حیران می‌شوند. چلگن هم با او به رقص می‌دراید. این دخترک به قدر معصومانه می‌رقصد که همه بینندگان شبکه‌های اجتماعی وی را نوازش می‌کنند. 18 ایولی سال 2021 ساعت 1 شب دو موتورسوار در ویتنام یک سگچه را سور میکنند. یک بار نه بلکه 4 بار، اما این سگچه آنها را فریب میکند. همین که آنها به اون نزدیک میشوند سگ جهت خود را تغییر میدهد و وقتی که آنها دوباره تاب خورده برمیگردند سگچه باز میگریزد تا آن وقتی که صاحبش میرسد و با دیدن آن هر دوی آنها میگریزند. در وقت آویزان کردن لباس بر روی بام چنین اتفاق رخ دادنش ممکن است که متاع از دست شما رها می شود و به جایی می رود که دستتان به وی نمی رسد و ممکن است از راه‌های مختلف استفاده کنید تا او را برگردانید، اما این جناب باشد از حد می گذراند. وقتی لباسش به زمین می افتد او خرچنگ را بر ریسمان بسته به پایان می فرستد. خرچنگ وقتی که پارچه را با چنگالش می دارد او را به بالا می کشد. اینک نوار را با این رقص فوق‌العاده به انجام می‌رسانیم که در آن این امک بر روی صحنه برآمده چنان می‌رقصد که همه را به حد می‌خنداند.